سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها، میخواستم امروز آموزشی که قول داده بودم بدم. اینم توی کلاف هستیم، مشاهده میکنین. این شروع بشه من مپا رو نشون میدم، کدوم مپا خطرناکن کدوم مپا اشتباه. خب دوستان عزیز، مپا رو نشونتون میدم. تنها جایی که خیلی شلوغن اینجا، فارم اینجاست و اینجاست. شما اینجاها نرین. حالا من نمیدونم، تنها جایی که خلوتم جاهای دیگه است. اونایی هم که نارنجی هستن لطفا اونجا خواهش میکنم نرید. حالا ما بغل فارمیم، نمیدونم، یکی از رفقامون پرید اینجا. حالا ما میریم بازی بکنیم. خب دوستان عزیز، بریم برای آغاز. شما مثلا میخواین لوت کنین، بعضی من همینجوری اینجوری ورمیدن 2 ساعت همینجوری میرن. این اشتباهه. شما مثلا میخواین لوت کنین باید اینجوری برین لوت کنین، اینجوری کنید. چرا؟ چون که تنها کاریه که بقیه پلیرها میفهمن تو پلیری، برای همون ازت میترسن. بعد چیزی دیگه، همیشه واسه خودتون یه وسیله نقلیه درست کنین یا یه تهیه رو بکنین. چرا؟ چون که موقعی که مثلا زون میاد شما اون موقع مراقبید و دیگه نمیتونه بیاد زون شما رو زون زده کنه. یه نکته دیگه هم هست، نکته سوم. این نکته اینه که اول باید وایستی میخوای بری کمک دوستت کنی. مثلا یکی دیگه داره میره کمک اون اشتباه داره میکنه، ممکن همون انمی که همون پلیری که زدته همونجا باشه شما رو هم بزنه. این خیلی بدتره. مثلا اینن که اسکلانه را میرن اشتباه را میرن، اینا باتن، خیلی اسکلن باتا. حالا بریم برای نکته بعدی. و به هیچ نکته بعدی اینه که و به هیچ عنوان اینجوری نیاین همینجوری اینو بردارین. شما باید اینجوری بخوابین زمین. ممکنه یه اسنایپری اون بالا باشه شما رو بزنه. بریم برای نکته بعدی. تو این ویدیو اومدیم بگیم کجاها شلوغن. حالا اینجا میگیم کجاها خلوتن. یکی مثل اینجاست، یکی مثل اینجاست. اگر نارنجی باشه شما نرین اونجا. اگر اونجایی که گفتم خلوت باشه، اینجا هم خلوته ولی اینجایی که دورش خط کشیدم نارنجی نرفتم اونجا. بریم برای نکته بعدی. نکته بعدی اینه که هیچ وقت تنهایی با این غوله نجنگید کنین به همین شکل. بریم برای نکته بعدی. خب دوستان دیگه مرسی این ویدیو رو تماشا کردید. مرسی، ممنون، خداحافظ.